دلافروز 5 ماه پیش در 34 سالگی اولین طفلش را به دنیا آورد، اما این برایش آخرین حامله‌داری و تولد شد. میگوید با عیب دختران او دیگر فرزنددار نمی شود چون بچه‌دانش گرفته شد و صحتیش از دست رفت. به نقل دلافروز در زایشگاه بیمارستان ناحیه میرسعید علی حمدانی توسط برش قیصری یا از راه جراحی طفلش را بیرون آوردند، ولی کار با این تمام نشد و پی هم 2 جراحی دیگر پیش آمد. در مجموع در دوام 5 روز او 3 بار جراحی شد. اولی نو یک کودک دارم، مرا این نسل به نسل کردن تا حاضر من ساعت 6 نمیتونم، پاچکای من مقصد کار نمیکنن. اگر که او میدونن میفهمن بیان مرا تشخیص کنن، اینا ببینن که مرا به چه حال رسوندگن. 15 روز در ریانیماسیون خواب بودم. این در حالی است که به گفته مصاحب ما تمام دوره بارداریش خوب گذشته بود. در دوشنبه تحت نظارت پزشکان بود و شکایتی جدی نداشت. اما اش از اون سر شد که تابستان به خانه والدانش در ناحیه رفت و به بیمارستان افتید. با ادعای دلافروز خنک نظری و بی‌اعتنایی پزشکان او را به این حال رساند. ما 4 روز در اونجا بستری شدیم. ما توبت نکردن مثل که ما یگون کرور رفته باشیم. نه یگون سوزندارو گذروندن، نه یگون برای دولینیم یگون دارو دادن. بعد از او آمده گفتن که مثلا تولد شما کودک به راه اومدگی نمیشه و حتما باید که جراحی کنیم. در سندی که بعد دلافروز هنگام رخصت شدن از بیمارخانه دادند نوشته شده است که وی در حالت وزنین مراجعت کرده بستری شده است. به نوشته سرطبیب بیمارخانه تقای نظر عبداللهیف ضمن عملیات برش قیصری در بیمار قبضیت روده ها مشاهده شده. با توجه به بد شدن حالت زن پزشکان از شهر کولوب دعوت شدند. جراحی های بعدی هم به گفته عبداللهیف برای نجات زن از جانب گروه کاری انجام شده است. مکر کرانچین میشه سری وقت انسان نمیکنن یا که اینفکسیون میشه سرچ میشه ایشون سری وقت انسان میشه ایشون میگه میشه که مادر وقتی که اون مکر اگر سیمانده چیه وای فقط زنده میمونه اگر ما رو نگیریم و توافق مادر چه میشه اگر اختفاش دیگه نیست. بحث دلافروز با بیمارخانه تا به دادستانی کشیده شد. او از بالای دختران تولدخانه ناحیه به دادستانی ناحیه میرسعید علی حمدانی شکایت برد. در پاسخ خطی دادستانی به دلافروز گفته است سنجش معلوم کرد که در کار دختران علامتی جنایی نیست. اما این زن که ادعا دارد با عیب پزشکان صحتیش را از دست داد میگوید تلاشش را برای به جوابگری کشیدن دختران ادامه میدهد که به گفتهش او را به این حال آوردند. هرچند میگوید میداند که اثبات اشتباه پزشکان کاری آسان نیست. از روی مقررات برش قیصری با تصمیم طبیبان رضایت زن و خویشاوندان و در حالت انجام می شود که از روی پیشبینی متخصصان تولد طبیعی برای زن عاقبت‌های ناگوار داشته باشد. معلوم نیست که سالهای اخیر در تاجیکستان چه تعداد از پزشکان برای راه دادن به اشتباه جزا گرفتند، اما چند سال پیش مقامات سوخت گفته بودند که 15 پزشک برای رعایت نکردن قاعده‌های برش قیصری یا تولد با جراحی به جوابگری کشیده شدند.